اوچه خلوق می شود. شینید؟ پسرم، من با خیرالله یک جای خراب میخورم. تا او ناید من نمیخورم. اوچه جان، شما همه چیز رو خودتان خوب میدونید. من نمیتوانم در نزد شما برادرم رو پس زنم، لیکن حقیقت رو پنهان کرده نمی شود. بگو پسرم. اوچه جان، او شبها رو در کوچه میگذراند با بچه های بد اخلاق. من خودم چند بار او رو از ملیسخانه برآوردم. من میدونم هر باری که او رو به خانه می آوردی من شکر میکردم که وی زنده و سلامت است. اوچه جان، او هیچ کار نمی کند، به خانه یک تین هم نمی آورد. حتی یک بار نمی پرسد از شما که سلامتیتون چطور است. او پروای یگان تای ما رو ندارد. اوچه جان، وقتی که خورد بود دستش رو گرفته راه میرفتم. هیچ وقت کودکیش از یادم نمی براید. اوچه جان، اوچه من میترسم که یک روز این راه او رو فرو میبرد. دل مادر هم میترسد. الو. آها، فهمم. حاضر میایم. کی بود؟ از ملیسخانه. خیرالله؟ بله. باز چی بلا رو به سر آورده باشد؟ خیرالله، خیرالله. این چندم بار است عبیدالله جان؟ بار اول دزدی، یک بار آغوشی، این دفع جنجال کوچگی. تا کی تو از پسی وی میدوی؟ از عبیدالله جان، این آخرین بار. اگر یک بار دیگر تکرار کند دیگر از دست من هیچ کار نمی آید. شاید برادرت محبس شود. همشیر جان، من وعده میدیم که این آخرین بار می شود. من با او گفتگو میکنم، میفهمم. باوری دارم که او میفهمد، فقط به خاطر مادرم. آخه تا کی از پس یک انسانی که نه قدر زندگی رو میفهمد، نه قدر مادر رو میداند، نه قدر برادر رو میداند، از پسش میدوی؟ تا کی جریمه میسپاری؟ تو هم یک بار ما را بفهم آخه برادر. این چند بار است؟ از عبیدالله گفتم که این باری آخرین. اگر یک بار دیگر تکرار کند دیگر از دست من هیچ کار نمی آید. برادرت به محبس می در آید. یک بار دو روزک در همینجا بیستد، شاید به قدر زندگی، به قدر حیات، به قدر مادر و به قدر برادر برسد. آخر همشیر جان، مادرم همه چیز رو میداند که پسرش برای نادرست رفته ایستاده است. هر شب گریه میکند که آینده او چی میشود. لیکن اگر فهمد که من برادرم رو به خانه نآوردم، دل مادر میشکند.
اما من جگرخون می شود. بگذار من عذاب کشم لیکن مادرم غم نخورد. ساعت چندی شب شد زبیر؟ حالا به دو رفته ایستاده است. و فکر مادر خوب نیستم؟ تماما. ای فرزندا کی به قدر مادر میرسیده باشند؟ نمیدانم. زبیدالله جان معنیش به خاطر مادر این دفعه هم گذر میکنیم. تشکر. تشکر برادر. منت دارم. سلامت باشه. تشکر. به مادر سلام مرا برسان. حتما. پیش دارم. ایسا این آخران بار فهمیدی؟ آخران بار من دیگر از اینجا تو رو آزاد کردن نمیتوانم. فهمیدی یا نه؟ نه فهمیدی یا نه؟ پیش درو. پیش درو گفتم. خیرالله ای بچه چند بار شد که چند بار شد که من تو رو از ملیسه خانه خلاص میکنم. ای بچه چند بار شد که من از پشت تو جریمه میسپرم. خیرالله چند بار در نزد ملیسه سر خم میکنم. من هم زن دارم، فرزند دارم، زندگی دارم. از پشت تو چند بار من جریمه میسپارم. نه آسان است. گوش کن خیرالله، این راهی که تو پیشه کرده راه خوب نیست. عاقبت این راه مرگ است. میفهمی؟ کوچه آدم رو نمیسازد، کوچه آدم رو میشکند. میفهمی؟ مادر انتظاری تو هست. هر شب تو رو انتظار میشود. حتی امروز زاد روزی هست، به تو خوراک نمیخورد. من به تو بدی نمیخواهم. من به تو بدی نمیخواهم. من میخواهم تو زندگی داشته باشی، عائله داشته باشی، فرزند داشته باشی. من میخوام تو سربلندانه زندگی کنی. میفهمی؟ سربلند باشی. پسرم آمدی. من تو رو بسیار انتظار شدم. بیا شین یک جای خوراک خوریم. گذار. بچه این آخران بار من دیگر از پشتی اون نمیدوم. به ملیسه خانه نمیروم. مایلش بچم. 10 بار گفتم بچه، 10 بار گفتم که با بچه های آواره گرد، شب گرد
براهگرد نگرد. مال میخیل بود خیرلو نه میخیل بود من دیگر از پشتی او قدمم رو حیف نمیکنم. مالش بچه من یکون چیز خورا شکمش سیر کنه بعد گپ میزنیم. گیر بچه جان گیر. من گپم رو گفتم دیگر کار خودش. من دیگر قدمم رو برای او حیف نمیکنم. آرام شب زبیدالله. بسیار مینت نکن. من تنها زوره کردم که بیا مرا خلاص کن. نه من تنها زوره کردم که بیا مرا خلاص کن اینجا. بس کن. بس خیر یادم الله. بس نمیکنم. خیرالله وای اکد میشه بچه. در همه کار کردگیشم مینت میکنم. چخیلیه که در من خودم میآمدم من خودم راه میافتم. برادر دیگه بس کن. بسیار داد دوای نکن. چی داد دوای داری تو؟ من ترا زنگ زدم که بیا مرا خلاص کن گفتم. نه من ترا زوره کردم که بیا مرا خلاص کن. من خودم میافتم راه میافتم میآمدم اینجا و دامو بود که مرا خلاص میکردن. حتی نکن من گوش کن من راه میافتم. لوبا اینم خیرالله بیا ناموس. تو ناموس داری یا نه؟ تو ناموس داری یا نه؟ بچه آرام شب. به ناموس. بزار کردن قطعا. خیرالله بچه میست. خیرالله کجا؟ برای همین بچم گفته گریه نکن و چه؟ خیرالله بچه. خیرالله نیست. جونیو چه ایست؟ وای برادرت میشه برای خوبی خودت میگوید. امروز زاد روزی من بود. من میخواستم که با بچه هایم خوش و خرسندی کنم لیکن تو باشی. ما تو را چقدر انتظار من خونه شده. ایستاده نمیتونم و چه؟ من نمیتونم دیگه در خونه ایستاده. جونیو چه خیل نگوی. خیل در این تاریکی شب به کجا میروی؟ نگوی. هر روز در این خونه همی گپه. هر روز من گناهگار میشم و گناه نداره. من همه روز زوره کردم که بیام مرا خلاص کنم اینجا. نه جون. هر روز میام کارم میکنم مینت میکنم فقط. نه جون. هر روز من گناهگار هر روز نصیحت. من بیزار شدم من نه جونیو چه وای برای خوبی تو میگوید. وای برادرت میشود. تو جونی من خیرالله جونیو چه خیل نکن. تو میدونی که من به تو زندگی کردن نمیتوانم. تو فرزند دوست داشته ای من جونیو چه. من نمیتونم دیگه در خونه ایستادم میگم چه نمیخوام دیگه در خونه بشم. خیرالله جونیو چه نارم. خیرالله دکتر جان چی شد؟ متاسفانه مادر رو نجات دادن نتوانستیم.
دکتر کثافت تو چیکار کردی؟ تو مادرم رو چیکار کردی میفهمی؟ تو مادرم رو کشتی کثافت تو چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ کثافت تو مادرم رو کشتی تو مادرم رو کشتی به من نگاه کن به چشمان من نگاه کن کثافت تو به چشمان من نگاه کن از کجا گرفت و خیرلا از کوچه خلاص کردم از میلیسه خلاص کردم از جنگل خلاص کردم لیکن دل مادر رو از تکندن نتونستم خیرلا میفهمی؟ دل مادر رو از خلاص کردن نتونستم تو بدی میکردی لیکن مادر تو را دوست میداشت میگفت که بچم راهش را میآورد امروز مادرم زاد روز داشت دسترخوان کشاد دسترخوان کشاد شمع راست و یک امید چشمش به راه بود چشمش به در بود که تای در میدروی تای در آمدی نشستی با یک گپی خونم بیزار کرده این گفته از در برآمده رفتی مادرم از پسی تو برآمده رفت شب تاریک بود هوا سرد مادر دیگر بر نکشت حالا تو نفس میکشی زندگی داری لیکن مادر دیگر نیست های بکشید های بی کوچه های بی مردم نه های بی تو شد خیرلو تو مادر کشتی از دست تو مادر از دست داده مادر از درد نمرد مادر از غم نمرد مادر از تشنگی و گرسنگی نمرد مادر از غم تو مرد از عذاب تو مرد خیرالله دیگر او با ما نیست هر وقتی که از خواب میخیزی دسترخوان مادر به یادت میزند شمعی روشن کرده مادر به یادت میزند ولی دیگر مادر رو نمیبینی میفهمی کثافت تو میمردی و جان ما از دستی تو خلاص میشد جان مادر از دستی تو خلاص میشد من نمیسوختم میفهمی من نمیسوختم من همین است جزای تو من همین است سزای تو با همین درد نفس کش با همین درد زندگی کن با همین درد
با همین درد بمیر، با همین درد سگانه بمیر، میفهمی؟ سگانه. کثافت. سلام. خوراک تیار است. گرسنه نیستم. امروز هم یک جای خوراک نمیخوریم. خیرالله، من دیگر نمیتوانم این خیل زندگی کردم. کدام خیل؟ من در پهلوی تو مثل سایه زندگی میکنم. هر روز میمیرم خیرالله. هر روز تو را انتظار میشوم. گرسنه میشینم فقط برای اون که یک جای نشینیم، یک جای خوراک خوریم. تو باشی حتی برای هم نگاه نمیکنی. با همون گپای هر روزم. با خانه هست، گرسنه نیستی، تشنه نیستی، بی لباس نیستی. با چی میخواهی؟ همه چیز هست لیکن محبت نیست، گرمی نیست، دل نیست. من زنم، دیوار نیستم کو. من گرسنگی دل دارم، نه گرسنگی شکم. اگر خانه و خوراک کافی می بود، پس چرا هر روز دل من می شکند؟ چرا خود را تنها حس می کنم در حالی که شوهر دارم؟ من زندگی بی محبت را دیگر تحمل کردن نمی توانم. محبت میگویی. تو فکر میکنی محبت با یک کلمه میشود؟ تنها با من تو را دوست میدارم گفتن محبت میشود؟ ها، با همین می شود. با سخن، با نگاه،
бо аҳамият. من شب و روز کار میکنم. برای کی؟ برای تو، برای این خانه. Не, ту барои пул кор мекунӣ, на барои мо. Ман дар ин хона танҳо ҳастам, Хайрулло. Танат паҳлӯи ман аст. Дили ту дар ҷои дигар аст. دلی من کجا باشد تو از کجا میدانی؟ аз хомӯшият, аз он ки барои ман нигоҳ намекунӣ, аз он ки тамоман намепурсӣ, хаста нестӣ, дард надорӣ, дилат чӣ мехоҳад намегӯӣ. Ман мисли хизматгор зиндагӣ мекунам. хӯрок, тозагӣ, интизорӣ, вале шавҳар надорам, Хайрулло. پس چی میخواهی؟ میخواهی که من فریاد زنم؟ فریاد زنم که من تو رو دوستت میدارم، خند و اصل گویم تو رو. Не, фақат марди хона шав. من مردم. من وظیفه مردیم رو اجرا کرده ایستادم. Не, марди ҳақиқӣ танҳо пул намеорад. марди ҳақиқӣ дили занашро ҳам мешунавад. بس کن. من از این گپای تو بیزار شدم. هر روز همین گپا. ман аз ин зиндагӣ хаста шудам. ин хона мисли зиндон аст барои ман. میدونی چی؟ اگر طاقت نداری مجبور نیست که در این خانه بمانی. фаҳмидам. пас ман барои ту бори зиёдатиам. ман танҳо муҳаббат хостам. کجا می روی در نصف شب؟ меравам аз хонае ки дар он зан буданамро гум кард. меравам аз зиндагие ки солҳои дароз дар паҳлӯи ту бефарёд хомӯшона мемурдам. باز سر کردی گپای افسانویت رو. ин гапҳои ман афсонавӣ нестанд, Хайрулло. ин дарди дили ман аст. диле ки солҳо ба ту овоз медод, аммо намешунидӣ. ман шабҳо ба умед мехобам ки пагоҳ ту дигар мешавӣ. як рӯз маро мебинӣ, мешунавӣ, лекин ту ҳатто нафаси маро намешунидӣ. дар ин хона ҳама чиз буд ғайр аз ман. ман дар ин хона набудам, Хайрулло. ман соя будам, хизматгор будам. ман гуруснаи нон набудам. ман гуруснаи муҳаббат будам. гуруснаи як сухани гарми ту будам. اگر رفتنی باشی رفت، لیکن یک چیز رو فراموش نکن. از این در که بر اومدی دیگر راهی برگشتن نیست. ман аз ин хона меравам, Хайрулло. аз он хонае ки ҳаққи занро зери по кардаанд. ман солҳо худро хомӯш кардам, вале худо медид ки ман чӣ қадар мешикастам. ман ашкамро барои мардум нишон надодам. ба ту ҳам худо шоҳид аст. ман ҳар кореро ки метавонистам кардам то зиндагиамон вайрон нашавад. ман туро намебахшам, лаънат ҳам намекунам. ман туро танҳо ба худо месупорам. در این نصف شب با بارخلطه کجا می روی؟ ака, ман дигар тоқат надорам. ман шавҳар дорам, вале худро бешавҳар ҳис мекунам. ман ҳар рӯз интизор мешавам ки ӯ бароям нигоҳ кунад. ақаллан як бор пурсад ки чӣ ҳол дорӣ.
ака, ман дар ин хона мисли соя ҳастам. ӯ меояд, мехӯрад, мехобад. ақаллан ба ман нигоҳ намекунад. бо ман гап намезанад. ман дар паҳлӯи ӯ танҳо ҳастам. اما من این درد رو میشناسم. ман пул намехоҳам, тилло намехоҳам. ман дил мехоҳам, муҳаббат мехоҳам, сухани гарм мехоҳам. گلین ما رو پدرم منو خیلی بود. سالها مادرم در پهلویش خدمت کرد. حیات خود رو برای پدرم گذراند. تمامی تلاشش رو برای پدرم کرد. خودش رو کسلی کرد. عاقبت جان به حق تسلیم کرد. چی علاج؟ یک کس باید قسمت پدر رو گیرد که صد افسوس مادر من هم پیروی پدر شد. акаҷон, ман намехоҳам зиндагиамон вайрон шавад. ман шавҳарамро дӯст медорам. аммо дарди дилам маро мекушад. گلین این بار خلطه آخری کار نیست. بیا به خونه داریم. مصلحت میکنیم و یک خلاصه عمیق میاییم. درست؟ بیا به خونه دارم. بیا به خونه دارم. گذر. نه شین. شما گذارید. نه شین گلین. خب هرچی هست بگو. هرچی که در دل داری بگو. پنهان نکن. ака, ман солҳо хомӯш мондам. фикр кардам вақт ҳама чизро дуруст мекунад. аммо вақт танҳо маро хаста кард. چی تو رو از همه بیشتر اذیت میدهد؟ он ки ман дар паҳлӯи шавҳарам мисли меҳмон зиндагӣ мекунам. ӯ ҳаст, лекин гӯё нест. ман салом медиҳам, гӯё намешунавад. ман гапро мекушоям, ӯ мебандад. хӯрок тайёр мекунам, танҳо мехӯрад. дар паҳлӯяш мехобам, рӯяшро мегардонад. ман зан ҳастам, ака. ман дил дорам. чаро ин дилро касе намефаҳмад? من هم سالها باز این سوال رو به خودم میدیم که چرا پدرم برای مادرم مهربان نبود؟ چرا محبت نداشت؟ چرا مادرم سالها عذاب میکشید؟ اذیت میکشید؟ درد و رنج میکشید؟ ولی غیر از تحمل دیگر هیچ راهی رو برای خود روا نمیدید. شب رو با گریه سپری میکرد، ولی صبح هر وقت با تبسم میخیست و از پیکار اخبار خانه میشد تا که ما فرزندان از گریه و از دردی و آگاه نباشیم، تا که ما فرزندان عذابی روانی نکشیم. صد افسوس که مادر من با همه این درد و علم از دنیا گذشت، ولی به کسی نگفت. پدری ما کار میکرد، تمامی روز و روزگاری خانه را تأمین میکرد. بهترین لباس رو برای ما میخرید، بهترین خوراک رو برای ما آماده میکرد. لیکن متاسفانه بهتر فهمیدم که او با مادرم هیچ رحمی نداشت. مادرم که سالها محبتی شوهری را میپایید و انتظار بود، شبهای تنهایی را میدید، متاسفانه دنیا رو به محبت پدرود افتاد. من همین راه را رفتن نمیخواهم، اکا. من نمیخواهم بعد 20 سال با دل پر از پشیمانی زندگی کنم.
درست میگوی کلی 100% حق. ولی زن برای محبت به دنیا آمده است، لیکن 100 افسوس نه همه مردها این رو میفهمند و در عمل تطبیق میکنند. من شوهرم رو دوست می‌دارم. لیکن او مرا نفهمد. من چیکار کنم؟ بدونی اما تو چی مصلحت میدیم؟ بیایی خیلی میکنیم. تو سراست من نمیشوی؟ من با دادرم در علاهیدگی صحبت میکنم، با او میفهمونم. اگر خدا هدایت کند و او مرا فهمد و از روی نادرست خود برگردد خوب، اگر نه باز هم تو حق میبرای. بیا یک کوشش دیگر میکنیم. تو راضی؟ خوب، از پای کار میشویم. خیرلا، برای چی زنت برآمده رفته نیست؟ نمیدونم. این رفتن گیره. دادرم، این سخن رو آسان نگو. این سخن تو خانه روشن رو به مثل گور تیره و تاریک میکند. من به او یگان بدی نکردم. کار کردم، پول آوردم، خانه رو تعمیر کردم، همه چیز آوردم. به او چی نمیرسد آخی؟ باز چی مینالد؟ میدونی او پول نمیخواهد، او زر و زیور نمیخواهد. میدونی با او چی نمیرسد؟ مهر و محبت، عشق، صداقت، توجه. باری پوشیدی که تو چی در دنیا؟ او با غمخوری نیاز دارد، او با محبت نیاز دارد و او توجه لازم است. اکا، من از کار خسته میآیم. در خانه آرامی میخواهم. من نمیتوانم هر روز با وی لق کرده شینم. او گپ زیاد نمیخواهد، تنها یک سخن میخواهد. چی حال داری؟ به تو چی نمیرسد؟ میدونی چی نمیرسد؟ انمو محبت گفتگیم، انمو مهر گفتگیم، انمو غمخوری. من همین خیلی کلان شدم. تو با پدرم رفتی، او هم مادرم رو نمیشنوید، او هم مادرم رو گوش نمیکرد، او هم نسبت مادرم نه مهر داشت نه محبت داشت. این بیماری که در تو است، این بیماری ارثی است که از پدرم با ما میراث مانده است. علاوه خصوص به تو میدونی که مادرم چقدر از پشت پدرم عذاب کشید. تو میدونی که او هیچ در زندگی نه مهر دید، نه محبت دید، نه صداقت زندگی دید. به خاطر آنه که ما فرزندان درد و علم مادرم رو احساس نکنیم، به خاطری که ما عذاب روانی نکشیم، ضربه روانی نبرداریم، همه رو تحمل میکرد، همه رو پوش میکرد. غیر از تبسمی ساخته که برای ما فرزندان فریب میداد که ما هیچ چیز رو پیخست نکنیم، دیگر درونش مثل آتش میسوخت. بدبختی تو هم در همین از برادر که قدر قیمت زن برای تو هیچ معنی ندارد. فکر کن، اندیشه کن، بگاه پشیمان نشوی. اکا، این زندگی من است. کاردار نشوی شما. کاردار نشوم؟ من کاردار نشوم؟ این زندگی تنها زندگی تو نیست، فهمیدی؟ این خانه تنها خانه تو نیست.
ما همسایه داریم، ما خویش و تبار داریم، اهل و اولاد داریم، با ما میخندند. چی طوری که با پدر من میخندیدند. اقلا یک ذره ناموس کن، اقلا یک ذره انصاف کن، اقلا از خدای تاری سرت ترس. زندگی آسان نیست اکا. با دل نان خریده نمی شود. تو درست میگوی، راست میگوی، لیکن به دل هم به محبت هم زندگی نمی شود. من نمیخواهم که اون چیزی که مادر من دید امروز کلین ما بیند. من نمیخواهم اون تجربه تلخی که از سر مادرم گذشت دوباره در این خاندان شعله‌ور شود. شرط من همین. امروز فکر کرده به خلاصه میایی یا اینکه تو از این خانه برآمده میروی یا خود من از این خانه برآمده میروم، برادری ما تماما از بین میرود، یا کلین در این خانه میماند. خلاصه ادرو برار، من دیگر وقت ندارم با تو سخت بگویم. رفت رفتن گیرد. به او هم زندگی می رود. صد افسوس. چی به دیوار گویی و چی به تو. حریف. مرد حقیقی تنها پول نمی آورد. مرد حقیقی دل زنش رو هم می شنود. من در پهلوی تو مثل سایه زندگی میکنم. او با غمخوری نیاز دارد، او با محبت نیاز دارد و او توجه لازم است. من تو رو نمی بخشم، لعنت هم نمی کنم. من تو رو تنها به خدا می سپارم. نگارا، من امروز فهمیدم که در این خانه نه تنها تو گریه کرده ای، من هم کور بودم. من فکر میکردم که مردی تنها پول کار کردن و خانه را تامین کردن است، لیکن امروز فهمیدم که خانه به دل مثل زندان است. من در این زندان نفس میکشیدم. میدانم من این زندان را ساختم با خاموشی هم. من تو را عیبدار نمی کنم. تو حق داشتی برای از این زندان، تو حق داشتی گریه کنی، چون من تو را تنها گذاشتم. من کور بودم نگارا. امروز اگر تو از این خانه روی، من رفتن نمیخواستم. من تنها میخواستم تو من رو ببینی، بشنوی. من حاضر تو رو میبینم، میشنوم. اگر در دلت ذره محبت مونده باشد، بیا از نو سر کنیم. این دفعه با دل، با محبت، به بی‌پروایی، همون طوری که خودت میخواهی. خیرالله، من تو رو دوست داشتم. در وقتی که تو مرا اهمیت نمیدادی، درک نمیکردی، بی توجهی میکردی. اکنون امروز تو مرا درک میکنی، میفهمی. چگاه از این خانه بر آمده روم.